سلام رفقا واقعا بیشور من این بالا هم رستم. سلام رفقا بر شما عزیزان و مادون خوب باشه. من موجه هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همونطور که میبینی خیلی بند و بساط دارم. چطوری این همه دارم؟ پیشرفت کردم دیگه، انتظار داشتی نداشتم. ولی همونطور که تو صفحه میبینید آیا کسولو رو من زدم به زور بعد چند بار مردن و همونطور که میبینی البته قبلش من اینا رو درست کردم با به دست آوردن اون نیشان یا درخشانه چیه با اون ریشه های منعیتر چیه با اون بعدش با بمبا هم از اینا رو ترکوندیم که البته با بمبا چندش اورای اینا رو ترکونده بودم، ولی بعدش که باسا رو کشتم آیف کسولو رو کشتم اینو به دست آوردم. این هم که از طریق عنکبوت‌های اینجا و همینطور که میبینید این دسته 7 انگشت داره، 6-7 انگشت داره، عجیبا غریبه. یا مثلا این البته نباید جاش کنیم، من انگشتش به کنار 3 تا از پس شانسی ما که اینجا هست. این هم که تا اینجا ادامه پیدا کرده و اینجا هم بله تو ویدیوهایی که تماشا میکنید تو صفحه اینا رو آوردم به دور و پیشرفت کردیم و مغزه رو کشتم. زمانی که مغزه رو کشتم داشتم دونه دونه چیکار میکردم؟ رکورد میکردم. آقا مثلا فلان باس رو من زدم، فلان رو ال کردم، بل کردم. این مرچنت کجاست؟ این مرچنت اینجاست.
میخوام اسکلتون رو بکشم. اسکلتون که قصرش اینجاست، قصر دانجنه، کسل چی هرچ قصر زیر زمینش اینجاست. اینو میخوام بکشم، ولی نیاز به چی دارم؟ نیاز به کلی از این گیاه ها و ماهیگیری نیاز دارم که اینا رو مثلا چیز کنم، بکارمشون، چون نیاز شدید به پوشن داریم. بله فکر نکن الکیه، واقعا چی؟ واقعا الکیه لازمه واقعا واسه پوشن اینا که خودتونم 100% میدونی و بدتر اینو تازه دیدم. من قبل ندیدم مثلا ابر اسکلت اینو میدونم، ولی خب به پوشن اینا واقعا نیاز داریم واسه باس فایت ها، چون که دیگه مستر نا سلامت. دیدید که اسکلتون رو شتکش کردم و الانم من تا اون پایین قصرشم رفتم تا اولین چست و دومین چستی که باز کردم این بودش. ولی خب الان تو دست منه ترکیبی که در اومد ازش. شمشیر رو بردم ترکیبش کردم، دیدم با سیزان اینو درست کردم و اسکلتون هم اینو دادش که من تو اکسپورت استفادهش نکرده بودم چون زیاد نمیدونستم چجوری مثلا اینجا پرت میگن، زیاد خوشم نیامد. اینو که درست کرده بودم ولی ویدیوشو چیز رکورد نکرده بودم، من اکسسوری بود لاوا 4 من رفتم اون پایین چیز کردم درست کردم. الان اینو که درست کردیم این تلفن سلفون اینم درست کردم، من اکسسوری رو گرفتم آخر چیز شد گرفتم رفتم اون پایین این قصر اسکلت کشتم و چیز رو دادش و تونستم درستش کنم. و این Hand of Decoration دست های سازنده، اینو آخر سر تریدر مرچنت تریدری چیه اون اومد میکسر رو فروخت و تونستم با اکسسوری که این پایین بودش اون درستش کنم بالاخره. و چند تا کارم انجام دادم که رکوردش نکردم. مثلا اومدم اینجا اومدم پایین که اینم آقا شیمر کجاست؟ شیمر نیست، فندک نیست. اومدم این ور اومدم پایین شیمر اینجاست. من فکر کردم مثلا مپای قبلی شیمر این وره میتونم فارم رو اینجا درستش کنم، یه فارم پولو اینجا چیزا بایتو ما اینا. و چون شیمر این وره بخاطر همین میام فارم رو اینجا درست میکنم که بیام اینجا شیمرم نزدیک باشه دیگه. وقتی میام مثلا یه دلیلی اینجا دارم که بیام وقت کردم به این شیمرم یه سری هم بزنم. اومدم اینجا تورچ کردم گفتم چیز کنم بیام پایین و این لامصب خیلی اتک میزدن. وقتی میخواستم فارم رو درست کنم تورچ کردم ایونتش رو چیز میکنم کارش رو انجام میدم. وقتی شد بتونم هر جا دارم میخواد تورچ همون بایمه رو بدارم. و از این فقط این تلفنم کامل نیست که باید برم پایین ماهیگیری کنم و اون صدف چیزشو بده دیگه، تلپورت تو آندرورلد رو بده، آندرورلد یا دنیای زیرین رو بده. و از طرف این ویدیو هم این اینترو آخر یه تستی هم با چیز ادیت هم میشه. چرا؟ چون فکرم دو پارت اول خوب ادیت کردم. ای خدا چون جاهای اضافه حذفش کردم و اینا و یه ذره پیشرفت اینا دیگه بود، یه ذره خوشم اومد.
فقط متاسفانه صدا اینا خوب نبود که صدای میکروفون، صدای گیمینا که بگی نگی اوکی بودش. صدای گیمینا رو تا یه اندازه‌ای بردم و صدای خودم هم تا آخر بردم که اگه مثلا نویز داشت ادیت یعنی پریمیر تو افکت ها یه قسمت هستش دی نویز. میخوام الان 3 تا فارم درست کنم واسه پارت بعد. و چه فارمایی مثلا این گارچ بایمو گارچی هستش، اینا از همینا گارچاشو دونهاشو جمع کنم بیام به سمت این معدن. اینجا که درختونا رو درست کردم بیام مثلا پایین ترش این قسمت فارم گارچ بزنم که نزدیک باشه. اینجا هم بیام فارم چیزا رو بزنم، بایم جانگل رو بزنم. اینجا هم بیام فارم پول رو بزنم. میام پایین تو قسمت کورنش فارم آیتمینا رو درست میکنم. تو پارت بعد دربارش دیگه بیشتر حرف میزنم. یه سرم بریم اینجا. بتفیش ماهیگیری هم انجام میدم که همه ماهی رو داشته باشم. آف رکورد یعنی کل این ماهی ها چیز که آماده کردم، چند صندوق هم اضافه گذاشتم. اینم الان بتفیش رو گفته شدم، بتفیش رو جمع کردیم یادم نمیاد. کارهای ماهیگیری رو انجام میدم، صندوق ها رو پر میکنم، کارهای پوشن ها رو انجام میدم. آخرش گفتم میمیرم اسکلت ها منو میزنه چون اینا رو نداشته بودم، رادا رو نداشته بودم. راد واسه پارت آخر بذار برام چیز سامونه رو پیدا کنم. یه دونه هم اسلایم پیدا کردیم، عالی شد. صندوق کریمزون رو پیدا کردیم، حالا بریم یه چیز دیگه پیدا میکنیم. خب آقا تا همینجا کافیه این پارت. مرسی که تماشا کردیم. من چیزا پیدا کردم واسه مینیونا بودش و این بالا هم واسه معجونا چیزش هستش، من باید دارم اونا بردارم. و دیگه همین دیگه. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب به چنل فراموش نشه. خیلی ممنون و تا ویدیو دیگه میبینم. خدا نگهدار.